شیخ سعدی یک قصه دارد در بستان، میگه یک انسان بسیار انسان یعنی بخیل بود، انسانی ممسک بود، دلتنگ بود. یک رفیق و یک دوست جانی داشت، یک دوستی بسیار میگه نزدیک داشت. در حیاتش میگه یک بار همون دوستش خانش مهمانی آمد. خانش مهمانی آمد، اکنون بخیل هم باشه، جای یعنی همت بلندیش آمد است، باید یک ضیافت نشان کرد، چون که دایم وقتی خانه او میرفت مهمانداریش میکرد، عزتش میکرد. این بخیل میگه فرزندش نزدش فریاد کرد، گفت پسرم اینجا بیا، نزدم بیا. گفت پدر چی میگه؟ فرما. گفت پسرم، گفت این دوستی جانی من است، گفت که خانه ای برام من بسیار ضیافت خوب میکنه. گفت اینا پول از من بگیر، راست بازار برا، بهترین و پیشترین گوشتی بازار بخر بیا تا که ما با این یعنی دوستمون ضیافت کنیم. یکم فرزند اون بخیل که بود، فرزند حلالی، پول گرفت، میگه راز نزد قصاب رفت، نزد گوشت فروش، گفت بهترین گوشت برای من بودی که یک رفیقی نزدیک پدرم آمده است، باید او را ضیافت کنیم. میگه گوشت فروش، گفت که از من گفت برای تو یک گوشت میدهم، گفت که مثل مسکه برین ملایم است. وقتی این چیزا میگه از گوشت فروش فهمید، فکر کنی فرزند بخیل، گفت از گوشت مسکن یعنی بهتر بود که گوشت با مسکن مثال آورده است، مسکن از اونتر که میره مسکن میخره. پول تگو اخی پولش گرفت، میگه پول گرفت، راست نزد مسکن فروش رفت. گفت برادر، گفت یک دوستی عزیز و بسیار نزدیک پدر آمده است، باید ضیافت کنیم، بهترینی یعنی همین مسکن تا برای من بودی. گفت هاز یک مسکه میتون برات که اصل برای شیرین ای بیس گفت پولا ما بودی، گفت ای مسکه ده اصل خوب بوده کی این مسکش با اصل مثال آورده. میگه پولا گیری، راست میگه نزدی اصل فروش رفت، نزدی اصل فروش رفت. گفت که ای برادر، گفت یک بهترین اصل تا برای من بودی که رفیق پدرم آمده، باید عزت مهمانداریش کنیم. اصل فروش گفت که هازی، گفت من یک اصل میتیم، گفت آب بر این صافه، مثل آب بر این صافه شیر، گفت من یافتمش. پول عقیب ته، گفت در نزد خانم یک چشمه بسیار آب صاف تازه، گفت آب شیرین است. میرم گفت یک کوزه همو یعنی چشمه آب میگیرم، پدرم خاطر رفیقش میزنه آب چشمه را، از همه اینا آب خوب بوده. بعد حضرت گشت آمد، میگه این فرزند یک کوزه همو چشمه آب گرفت، رفت نزد مهمان و پدرش گذاشت. بعد پدرش پرسید، گفت فرزند چی است؟ من تو را با گوش را یکم آب آورده. این حادثه یک با یک میگه نقل کرد. نزد گوشت فروش رفتم، گفت گوشت میت مثل مسکه. گفتم ای گوشت مسکه خوبتر. او گفت که یعنی مسکه میت مثل عسل. قصه کوتاه از همه بهتر می آب بود، از خاطر رفیق دوست دکن آب بزنی حضرت. میگه از جاش خشت، تو فرزند شده آغوش گرفت، ای پیشونیش بوسه کرد. گفت بچه‌م دیگه من شبهه ندارم، تو فرزند حلالی من بوده، من همه کارو من میخیره. گفت من بعد گفت بچه‌م که یک چیز میپرسم، تو این قدر گشتی، نزد گوشت فروش رفتی، نزد مسکه فروش رفتی، نزد عسل فروش رفتی، تو فکر نکردی که این پاپوشیا تهاش خورده میشوند؟ میگه این شخصیت، این فرزند پدر گفت قدر ساده من فکر نکن، من وقتی فهمیدم که رفیقی نزدیک تا پاپوشیا می پوشیدم رفتم. این پاپوشیا خودم تاهاشون نکه چی نشوند. مقصد که تأثیر بخیلی برادر عزیز در فرزندم تأثیر میکنه. به همین خاطر شما برادر عزیز حرکت کنه که با غیرت باشه، یعنی همت بلند و جوانمرد باشه، تا اینکه فرزندای شما هم با غیرت باشن، همت بلند باشن که بعدی رفتن تو فرزندا هم با نیکی یاد کنن. اون چیزی که از شما مانده است در حق تو خیر و سخاوت کنن، در حقتون دعا کنن تا اینکه فایدهش برای شما برسه. پروردگار جمعیت ما را